درود دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ فراز هستم و به این ویدیو خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره جلسه اول آموزش ویندوز رو داشته باشیم که قراره اجزای ویندوز رو یاد بگیریم و بعد از اونم بریم سراغ برنامه‌های آفیسش. خب ببینید دوستان، میخوایم از پایه شروع کنیم، طوری که هیچ کس هیچ چیز ندونه. به این صفحه که شما دارید میبینید و برنامه های شما در اونجا قرار داره بهش میگن صفحه دسکتاپ، یعنی میز کار. این برنامه هایی هم که اینجا چیده شده رو بهش میگن آیکون یا همون برنامه خودمون. خب از همینجا که شروع بکنیم، به این نوار پایین که دارید میبینید یه نوار ماننده، بهش میگیم نوار تسک بار یا نوار وظیفه که اکثر کارا رو شما میتونید داخلش انجام بدین. از اینجا که شروع میکنید از دست چپ، اینجا منوی استارت شماست که کل برنامه‌ای که نصب کردید اینجا هستن. هر کدومشو بخواید میتونید اینجا پین کنید. اینجا کسی که براتون یا شرکتی که براتون ویندوز زده، داکیومنت اطلاعاتتونه، پیکچر هم که عکس، ستینگ هم که تنظیمات، پاور همون قدرته و از جایی ساخته شده که یه دونه 1 و 0 که در هم دیگه هستن. اینجا یه دونه ریستارت اسلیپ داره که ریستارت هر موقع بخواید چیزی رو یه برنامه رو نصب کردین و میخواید بهتر کار کنه، ریستارت میکنید سیستمتون رو یا هنگ کرده. اینم از این قسمت. حالا بقیه چیزا رو هم میریم. خب اینجا که شما میایید بریم دست راستش اینجا نوتیف شماست و اینجا لوکیشن و نایت لایت و اینجا که بزنید خاموش روشن میشه. حالت شب و صبح و اینا داره، زرد مانند میشه. اگر دقت کنید زرد میشه که ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. یه هات اسپات داره، حالت پرواز داره، ستینگ داره، اینترنت داره، کانکتا یعنی همون چیزایی که وصل شدن بهش، پروژکت به هم پروژکتور، وی پی ان، فوکوس اسیست و اسکرین استیپ هم که مال اسکرین شاته. خب اینجا که بیایم پروژکت هم همینه، میگه رو پوسی باشه یا دابل باشه یا فلان باشه. خب بعدی میریم سراغ کلیک راست. این کلیک راست اجزای خیلی مختلفی داره که دونه دونه باید براتون توضیح بدم. پس بذارید اول با دو تا برنامه اصلی یعنی دیسپیسی و ریسایکل بین باشون آشناتون کنم. ببینید اول دیسپیسی چیز اصلیه، همون مای کامپیوتر زمان ویندوز 7 و XP. خب ببینید روی این دیسپیسی که کلیک میکنید کل درایف هاتون رو نشون میده. همون حافظه یا یه DDR داریم، یه HDD داریم، یه SSD داریم که اونا رو هم براتون داخل یک ویدیوی دیگه براتون توضیح میدم. اینجا کل اجزاش هست، کل درایف ها، ویدیو، پیکچر، موزیک، عکس، دانلود هامون، اطلاعاتمون، دسکتاپمون، مثلا تو دسکتاپمون چه برنامه هایی هست چه برنامه هایی نیست، 3D آبجکت، دیسپیس خودمون، بازم وان درایو و برنامه های دیگه به این صورت هست. خب اول اینکه این از دیسپیسی. بعدی ریسایکل بینه. شما هر چیزی رو که حذف میکنید میاد داخل ریسایکل بین یا همون سطل آشغال. الان من این رو میخوام پاک کنم، روی دلیت که میزنید ازتون میپرسه آیا میخواید پاکش کنید، میزنید بله، میره داخل سطل آشغال ما. خب حالا شما یا میخوای بازم حذفش کنی یا میخوای برش گردونی. اگر روی ریستور بزنید برمیگرده، اگرم روی دلیت بزنید پاک میشه و اگرم روی کات بزنید برداشته میشه. حالا هرجا بخواید میتونید پیستش کنید. بعدی پراپرتیسشه که میتونید اطلاعات فولدرتون رو بخونید، زمان ساختش و حجمش و فلان و بیسان و اینا. خب چیز دیگری که هست، خب مثلا اینجا روی یکی کلیک راست کنید، پراپرتیس، ببینید هر دیسکی که دارید حافظه هاشو داره به شما میگه. خب و اینجا میگه ماکسیمومش چقدر باشه. یه مینیموم داریم، یه ماکسیموم، یه بیشترین داریم و یه کمترین. خب
اینجا میگه بیشترین چند مگابایت باشه، یعنی شما باید بر حسب مگابایت این رو حساب کنید که من گفتم 13462 مگابایت باشه و بعدش دیگه سطح آشغال نگیری. یعنی چی؟ مثلا من 13462 مگابایت من برنامه پاک کردم، موقعی که میخواد بشه 13500 دیگه نمیذاره. میگه چی؟ میگه باید اول اینا رو پاک کن. حالا بقیهشون هم بازم به همین صورته. اگرم نخواید این کارو کنید که دیگه اگرم نخواید با عددش هی ببرید بالاتر، که اون رو هم داخل یک ویدیوی دیگه فرمولش رو بهتون میگم. بعدی گفته don't move file to recycle bin remove file when delete. when delete یعنی موقعی که پاک میشه. میگه دیگه حرکت نکن بیا داخل سطل آشغال، همون موقعی که من تو رو پاک میکنم همون لحظه تو پاک شد، دیگه نمیاد داخل سطل آشغال. یعنی چی؟ یعنی شما امکان برگردوندن این فایل رو دیگه ندارین. بعدی میگه display delete confirmation dialog. این همون چیزی بود که بهتون گفتم. کدومشه؟ اینه. وقتی که شما میخواید پاکش کنید این پیام میاد، میگه آیا شما مطمئن هستید که میخواید این رو انتقال بدین به سطل آشغال؟ حالا شما یا میگی یس یا میگی نه، میتونی قدرت تصمیم گیری دارید. ولی اگر این رو شما خاموش کنید مستقیم میره تو سطل آشغال، و اگرم اینم خاموش کنید که خیلی بد میشه دیگه، مستقیم پاک میشه دیگه، سطل آشغالی هم وجود نداره و باید برنامه ریکاوری رو نصب کنید که اونم خیلی دردسر داره. خب این از این که کامل ریسایکل بین رو براتون توضیح دادم. اینم از این. بریم اجزای کلیک راست کردن رو به شما یاد بدم تا برسیم به این فولدر. ببینید اولیش AMD هست. AMD مال گرافیک شماست، برنامه‌ای که مال گرافیک شماست. حالا یا نویدیا میتونه باشه یا اینتل باشه یا AMD باشه. خب مال شما امکان داره فرق داشته باشه، میتونم فرق نداشته باشه و این برنامه خیلی مهمه و اصلا نباید دستش بزنن. الان مثلا روش من کلیک میکنم وارد برنامه گیمینگ AMD میشه که کلی برنامه داره و فلان و بیسان و اینا، میگه آپ تو دیت هم هست و فلان. بعدیش ویو، چیزی که شما داری مانیتورت رو میبینی. خب میگه بر اساس چه چیزهایی؟ لارج آیکون، خیلی لارج آیکونه، میدیوم، سایزاش متوسطه و اسمال هم که کوچکترینه. خب بعدی اوتو ارنج آیکون. اوتو ارنج آیکون یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که اینو میذارید اینجا نمیاد، همش مرتبه، یعنی شما نمیتونی پراکنده بریزی. درسته جاشون عوض میشه ولی هیچ وقت نمیاد اینجا، خیلی مرتب کننده تره. حالا نگاه کنید، الان من بیام اینجا این کار کنم یعنی نمیاد. خب بعدی اینا به نظر من تیکشو بردارید. بعدی الاین آیکون تو گریده. یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا میذاری اینجا بشه، هر جای شما دوست داری میذاری اینجا میشه، میذاری اینجا میشه، میذاری اینجا میشه، طبق خط و اینا نیست. الان مثلا من میتونم نزدیکش هم بذارم. خب ولی وقتی که این رو من روشن میکنم طبق سایز میشه. الان نگاه کنید هر جا نمیتونم بذارم، تو ردیف و خط خودش میتونم بذارم، تو ردیف و گروه خودش میتونم بذارم. خب بعدی ویو هم که گفتیم. بعدی شو دسکتاپ آیکون یعنی چی؟ یعنی میتونید برنامه هاتون رو مخفی کنید. و داخل یک ویدیوی دیگه بهتون گفتم که چطور بتونید پوشتون رو هم مخفی کنید. اینا نگاه کنید، یه پوشه هست که اینجوری کنید معلوم میشه، میذاریدش اینجا و الان وقتی اینجوری کنی الان اینجوری هیچ کس نمیبینه که برنامه کجاست، اصلا چی هست نمیدونیم. چیده بشه بر اساس اسمشون، سایز بر اساس حجمشون، آیتم تایپ بر اساس نوعشون و در آخرم دیت مودیفای یعنی بر اساس موقعی که نصب شدن. مثلا 20 PC همون روز اول نصب شده. من الان بذارید اون رو بزنم. خب این الان به ترتیب الان گفت به ترتیب اول 20 PC بوده، بعد ریسایکل بین بوده، بعد کنترل پنل بوده، بعد بلو استکس بوده، بعد این فایل بوده، بعدش این فایل پنهان بوده، بعد گیم لوب بوده، بعدش هم تلگرام بوده. به همین سادگی. خب میاد اینجا سورت بای
حالا بعد دیگه بازم خودتون میتونید جابجاش کنید. خب بعدی رفرش. وقتی شما رفرش میکنی یعنی رفرش یعنی تازه سازی، یعنی اینکه تازه میشه. مثلا شما یه باگی کاری چیزی کردی باگ میشه، باگ یعنی هنگ میکنه یکم، شما میای این کار رو انجام میدی که از هنگی در بیاد، درست میشه. مثل حالت ریستارت داره ولی ریستارت نیست، بهتر از ریستارته. و اینم از این. بعدی پیست شورتکات یک برنامه‌ای هست. شورتکات یعنی میان بر. خب اگر دوست دارید تو جزوه‌تون بنویسیدش. شورتکات یعنی میان بر. یعنی چی؟ مثلا من یک چیزی بیارم موزیک، این رو، خب من میتونم چیکارش کنم؟ این رو میتونم تبدیلش کنم به شورتکات. الان این نیو رو میبینید، روی نیو که بزنم شورتکات، خب میگه میخوای چی داخلش بریزی. بعد مثلا تایپ لوکیشن آف آیتم، میگه لوکیشن یا مقصد آیتمت رو انتخاب کن. بعد دیگه انتخاب میکنی میاد اینجا. این برنامه ها هم همینطوره، اینا همشون شورتکات، برنامه اصلی نیستن. برنامه اصلی دیسپیسی برای سایکل بین و کنترل پنلتونه. خیلی هم اینا رو مخفی میکنن. خب یعنی چی؟ الان مثلا این علامت شورتکاته، این فلشی که دارید میبینید. خب پس شورتکات شد چی؟ شد میان بر. الان مثلا شما میاد داخل دیسپیسی، داخل فیلم ها، مثلا من این رو میتونم send to هم نه، اینجا که شما بیاید من میتونم اینجا تبدیلش کنم به شورتکات. گیو اکسس هم که نمیشه. مثلا کات هم میتونید انجام بدید. کریت شورتکات، اینجا کریت شورتکاتش رو که انجام بدم دیگه شورتکات میشه برای من. فهمیدید؟ به همین سادگی شورتکات یعنی میانبر، یعنی کارو زودتر، یه میانبری هست که شما رو زودتر میرسونه به مقصد. بعدیش آندو نیو یا آندو موو یا آندو دلیته. یعنی چی؟ یعنی که اگه پاک کردی برمیگرده، اگه درست کردی برمیگرده، اگر جابجاش کردی برمیگرده. بعدی نیو خیلی اجزای مختلفی داره. از اولینش ساخت فولدره، بعدی ساخت شورتکاته. خب همون میانبر. فولدر یعنی شما میتونید یک فولدری بسازید با اسم و رسم خاص خودش که روش کلیک میکنید، دبل کلیک بهش میگن. وقتی میخواید روی چیزی کلیک کنید بهش میگن دبل کلیک. یه کلیک راست باید 2 بار کلیک راست انجام بدید که وارد اینجا بشه. خب اینجا که کلیک چپ میکنید داخل نیو فولدر رو گفتم، میگه شورتکات، میخوای شورتکات بسازی. این الان شورتکات رو میخوام بسازم، روی بروز میزنی، میگه میخوای تو کجا بری. من میگم میخوام تو دیسپیسی برم، میخوام برم داخل درایو دیم. موقعی که رفتم داخل درایو دیم نه میخوام برم داخل درایو سیم، داخل درایو این. وقتی رفتم داخل درایو این، مثلا میخوام داخل فولدر این شات هم برم، این رو انتخاب کنم و اوکی. الان مثلا دیگه اوکی شد. به همین سادگی وقتی نکست رو بزنید الان این شورتکات از همونجا برای من اومده. و همیشه یادتون باشه وقتی که شورتکات رو پاک میکنید اصلیش پاک نمیشه، ولی اگر اصلیش رو پاک کنید خودش هم پاک میشه. و یک چیزی، وقتی که شما میخواید شورتکاتی رو بریزید روی فلش ببرید برای دوستتون، حالا چه برنامه باشه، چه عکس باشه، چه فیلم باشه، وقتی میزنیدش به کامپیوتر یا لپتاپ کار نمیکنه. چرا؟ چون شورتکاته. شما باید بری از اصل و پایه و اساسش اونجا اون فیلمو بیاری. اینم از این. بعدیش چیه؟ بیتمپ ایمیج، همون عکسه. بعدیش ورد، بعدیش پاورپوینت، بعدیش وینرره که فشرده ساز هست. بعدیش تکست، اینم که یه چیزی هست میتونید بنویسید. تکست داکیومنت هم بازم همون طوره، میتونید اطلاعات روزانه‌تون و برنامه‌های روزانه‌تون رو بنویسید. بعدیش هم اکسل و وینرر زیپ آرشیوه. خب بعدیش میرسیم به دیسپلی ستینگ، یعنی تنظیمات تصویر صفحه. اینجا که میایید چند تا حالت رنگ و اینا داره. اینجا دیسپلی رزولوشن میاد، رزولوشنی که
هست رو به من میگه که رزولوشن من 1280 در 720 که خیلی ها این رو هم دارن، خیلی ها این رو هم دارن. بعدش هم اینم روی لندسکیپ باشه میشه، بقیهش رو هم داخل جلسه دومش توضیح میدم. خب بعدش پرسونالایزه، یعنی شخصی سازی کردن یک چیزی. نگاه کنید اینجا شما میتونید پس زمینه بذارید، هر پس زمینه که دوست داشتید. اگر روی بروز بزنید و بیاید داخل پیکچرتون هر عکسی باشه رو شما میتونید انتخاب کنید، چوز پیکچر، تمام، به همین سادگی. خب بعدی هم که تموم کردیم، پرسونالایز هم تموم کردیم. یک مسئله دیگه هم مونده، من اون رو بهتون بگم و تموم بشه بره. این مسئله فشرده کردنه. مثلا شما میخواید یک فایلی رو برای دوستتون بفرستید ولی حجمش زیاده، یا مثلا شما موقعی که میخواید یک رزومه کاری رو برای اون اداره بفرستید، خب اون رزومه کاری شامل یا PDF یا چند تا عکس و اینا هست که حجمش خیلی بالا هست و ایمیل که برنامه این کار هست، چون رزومه کاری میخواید بفرستی خارج یا همین داخل ایران، باید با ایمیل حتما انجام بدی، هیچ برنامه دیگه ای نمیشه، انگار پست میمونه، پس فقط ایمیل میشه. خب و وقتی که شما میخواید از ایمیل استفاده کنید میبینید که عکساتون آپلود نمیشه. چرا نمیشه؟ حجمشون زیاده. خب این الان مثلا یک رزومه کاری منه و 5 تا فیلمه، میخوام چجوری این رو فشردش کنم. خب اولی که اگر شما میخواید این رو فشردش کنید، روش یک کلیک میکنید. خب اگر بزنید send to، یعنی ارسال بشه به compress zipper folder، چطور میشه؟ فشرده میشه و کل چیزاش فشرده میشه، حجمش خیلی کم میشه و میتونید بفرستید داخل ایمیل. حالا من میخوام رمز بذارم روش، آموزش رمز گذاشتن روی این. اگرم خواستید میتونم یه ویدیو دیگه بازم پر کنم. حالا بازم همین، رو فولدرتون یک کلیک چپ میکنید، میزنید add to archive. بعد که زدید add to archive، خب میگه اسم این آرشیو یا فولدر تو چی بذاریم. من میزنم اسممو میذارم. اوکی، اسممو من گذاشتم، یا میتونید بروز کنید. خب بعدی میگه نوع فرمتش چی باشه، همین رر باشه. خب سایزش چقدر باشه؟ 32 مگابایتی باشه. خب اینجا ست پسورد رو این میزنید. خب الان شو پسورد رو حالا من میزنم که نشونتون بده، اگه نخوام میتونم اینطور بزنم که شما نبینید. رینتر پسورد فور ورف، میگه یه بار دیگه هم برامون بنویسش، مینویسی. بعدی میگه این فایل نیم. خب بعد اینجا اوکی رو میزنید، روی این اوکی میزنید. خب چطور میشه؟ سب میدید که این فشرده بشه. الان شما براش رمز گذاشتید، مثل چی؟ مثل همین برنامه هایی که شما از سایت صاف 98 یا یاسانلود دانلود میکنید، اونا همشون فشرده شده است. خب و رمز داره. منم الان دقیقاً همون کار رو انجام دادم. نگاه کنید، این همون چیزیه که من انجام دادم. اسمش فراسوه و وقتی که روش کلیک میکنم، حالا این تبلیغ رو میزنیم کنار، این فایله. خب اینو که روش بزنم، یعنی یک بار دیگه روش بزنم، اینا میاد. خب حالا میخوام بازش کنم، الان یعنی اومده ها، اینجا برای من اومده. خب روی این که میزنم میگه پسورد تو بده. من حالا میزنم شاو پسورد که ببینید فراز. خب روی این که زدم اوکی رو میدم، به همین سادگی باز شد. خیلی ساده و رمز گذاشتنش هم خیلی خوبه. خب خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردین. اگر دوست داشتید یک بار دیگه ببینید که مطالب رو بنویسید. ویدیو و 0 تا 100 دیگه بدرود.